نترس، اولین بارت نیست که. چرا هر دفعه میای و میری میترسی؟ خب همیشه از مرگ میترسیدم. یه لباس کهنه تن روحت بوده، الان درش آوردی. تو از بین نرفتی که اینجایی. از چی میترسی؟ خب اسم جسمت چی بوده؟ النا صالحی مقدم. البته مانی هم صدا میکردن. شما انسانا چرا پاتونو میذارید رو زمین انگار فهمتونو ازتون میگیرن؟ چطور؟ یعنی از بین این همه انسان یه نفر پیدا نمیشه به شما بگه یک اسم درست انتخاب کنید؟ چطور؟ مگه اسمم مشکلی داره؟ هیچی، فقط نمیدونیم از همون اول النا ثبت کنیم و به شخص النا کمک کنیم، یا صالحی یا مقدم یا مانی. نظر تو چیه؟ خب مهم خود منم دیگه. به من باید کمک میشد. بعدش هم خب همه رو زمین فامیلی دارن و به فامیلی هم صداشون میزنن. مشکل همینجاست. وقتی دیدی یه چیز برای همه قانون شده، به اون موضوع شک کن. زندگیای قبلی تو یادت نیست؟ تو قبلا فقط یک اسم داشتی، یک اسم درست انسانی و همون هم ثبت میشد. یعنی اسم ما انقدر مهمه که اولین سوالتون این بود؟ بله، اسم هر شخص دارای انرژی هست که اگه درست نباشه میتونه مانع ارتباط با کائنات بشه. 4 دست اسم وجود داره: اسم اجمی، اسم نسناسی، اسم انسانی، اسم خنثی. شما انسان‌ها چرا از اسمهای زبان خودتون استفاده نمی کنید؟ اسمی که بتونه به کائنات شما رو وصل کنه. وای من نمیدونستم. هر دفعه دارم تکرار میکنم که اگه رفتی هم اسم مناسب برای خودت انتخاب کن، هم اسم مناسب برای فرزندانت انتخاب کن. به خدا نمیدونستم فرشته جان. الان چی کارم میکنید؟ میرم جهنم؟ سیخ داغ میکنید تو چشمم؟ منو میندازید تو آتیش؟ یعنی چی؟ مگه مریضیم؟ تو بهترین و با ارزشترین حالت خدایی. تو از جنس ما فرشته ها هم هستی. چرا باید این کارو با تو بکنیم؟ خاطر گناهام دیگه. بیا میخوام یه چیزی بهت نشون بدم.